دلیل امامعلی روزنامه‌نگار زندانی تاجیک حکم سود را غیر انتظار و طولانی نامید. وکیلش از دادگاه بازبینی پرونده را طلب کرد. ساکنی 66 ساله شهر دوشنبه دختر 11 ساله خود را زده کشته است. دیدبانگاه مرزی جرتپه در مرزی تاجیکستان با ازبکستان موقتا بسته می شود. در باختر سرپوشی چاه‌ها را می دزدند. دلیل امامعلی روزنامه‌نگار و بلاگر زندانی تاجیک از قرار دادگاه که او را به 10 سال زندان محکوم کرد اظهار ناراضگی کرده آن را طولانی نامیده است. دلیل امامعلی در ملاقات با همسرش زیتونه عنایتووا که یک هفته پیش صورت گرفته است گفته است که چنین حکم را انتظار نبود. روزنامه‌نگار تاجیک ماه ایون امسال به اتهام صاحبکاری غیرقانونی، دروغ پراکنی و همکاری با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و گروه 24 دستگیر و 17 اکتبر به 10 سال زندان محکوم شد. خودش و طرفدارانش حکم را به اساس نامیدند. دلیل دادگاه برای تصدیق عیبنامه اعلان نشده است. در عین زمان وکیل مدافع دلیل امامعلی از دادگاه شهر دوشنبه بازبینی حکم او را طلب کرده است. پیوندانش گفتند عریضه 2 هفته پیش به دادگاه فرستاده شد ولی تا حال پاسخی نیست. زیتونه عنایتووا همسر دلیل امامعلی در نامه جداگانه از رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان خواسته است برای آزادی شوهرش مساعدت کند. او گفته است به یگان اساس زنده یتیم کردن 3 فرزندش بر عهده شخصانی است که غیر قانونی و کورکورانه او را زندان کرده اند. کارمندان میلیسا یک مرد ساکن شهر دوشنبه را به اتهام کشتار بازداشت کردند. این مرد سعیدوف گوریز شریفوویچی 66 ساله در ناحیه شاه منصور دختر 11 ساله خود را زده کشته است. از گزارش تلویزیونی برنامه جنایی اخباری وزارت کارهای داخلی برمی آید که حادثه روز 28 اکتبر رخ داده است. مرد قاتل مبلغی را که برای خریدن دارو و طبابت جمع کرده بود نیافته دختر 11 ساله اش مدینه سعیدووا را به دزدی پول متهم کرده دخترش را بازپرسی و تا مردن با چوب و کمربند لط و کوب کرده است. دادستانی شهر دوشنبه علیه گوریز سعیدوف بر اساس ماده 104 آدمکشی کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان پرونده شده است. گوریز سعیدوف در بازداشت است و تفتیشات ادامه دارد. من اول خیلی گاو نداد. من گفتم میرم چوخ میارم گفتم پوتا میچکنم گاو دا. کی؟ من بعد گفت کی اوچام دادم. با اوچشو فریاد کردم رو پرو کردم نمیگم من دا پوست دادم داینی وای کیتفش. وای ممکن در حقیقت نبود و خیلی دخترتون پول نگرفته بود. خیلی گفت گرفتم برای همه ما قرار کرد. دیدبانگاه گمرکی جرتپه در مرز تاجیکستان با ازبکستان موقتا بسته می شود. طور پایگاه اطلاع رسانی kun.uz خبر می دهد از سنه 5 تا 12 نوامبر در دیدبانگاه گمرکی جرتپه واقع در ناحیه اورگوت در حرکت شهروندان و واسطه های نقلیات محدودیت موقتی جاری کرده می شود. بنا به اطلاع ریاست گمرک ولایت سمرقند ازبکستان با مقصد فراهم آوردن خدمت رسانی با صفت به شهروندان بناهای واقع در دیدبانگاه گمرکی جرتپه تعمیر می شوند و همچنین آبادکاری در حدود دیدبانگاه در نظر است. قبلا از 5 تا 16 سپتامبر سال 2022 پاسگاه گمرکی جرتپه بنابر تعمیر اساسی بناها و کارهای کبودیزارکنی موقتا بسته شده بود. در شهر باختر ولایت ختلان ساکنان از زیاد شدن چاه‌های بی سرپوش نگرانی دارند. مسئولین کارخانه دولتی آب و کاریزی این شهر نیز گفتند که از دزدیده شدن سرپوش چاه‌ها نگران هستند. با اطلاع نشریه فرج در بیمارخانه کلینیکی ولایت ختلان به نام بوری واحدوف متخصصان آسیب شناس گفتند که بیشتر با سبب در چاه افتادن کودکان را می آورند و مراجعت می کنند که قسمی از آنها آسیب‌های جدی برداشته وضع سلامتیشان ناخوب باقی می ماند. عبیدالله محمودوف سردار تکنیکی کارخانه دولتی آب کاریزی شهر باختر گفته است که در حدود شهر باختر همه چاه‌ها را با سرپوش تامین می‌کنند ولی این سرپوش‌ها را می‌دزدند.
گفته می شود گم شدن سرپوش چاه‌ها ماه‌های فوریه و مارس زیاد می شود چون در این ماه‌ها نرخ آهن بالا می رفته است.